بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا إنا نسألك الهداية والتقى والشهادة في سبيلك وأن تغفر لنا وأن تجعل أحسن يومنا أن تجعل أحسن يوما في أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. دوستان عزیز، خواهران گرانقدر، برادران محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در درس امروزی موضوع نواقض ایمان، یکی از نواقض یا شکننده های ایمان که ایمان انسان از بین میبره، ایره برتریت دادن قوانین ساخت انسان بر شریعت الهی هست. دوستای عزیز، این در جمله نواقض ایمان است، یعنی ایمان انسان مشکنانه. وقتی که یک کسی قانون وضعی را، قانونی که انسان ها را ساختن با عقل خود، با منطق خود و با فکر خود، و این قوانین ضد حکم الله هست، ضد قرآن عظیم الشان است، ضد سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است، ضد شریعت الهی هست. اینال اگر کسی این قوانین برتریت میده به شریعت الهی، این در جمله نواقض ایمان می باشه، یعنی این انسان از دایره ایمان خارج میشه. و امروز بزرگترین مصیبتی که بالای مسلمان ها هست، هزارها و میلیون ها انسان دعا میکنه، دعایش قبول نمیشه و الله رجوع میکنه، میخواه از الله، الله برش نمیده، الله نصرت نمیکنه و الله غضب خدا نازل میکنه. علتش چی هست؟ علت اساسی همی هست که بسیاری کسا به اساس برتریت دادن قوانین ساخت انسان بر شریعت الله هست. این انسان ها بسیاری از دایره ایمان خارج میشن. وقتی که انسان ایمان نداشت، دعایش قبول نمیشه. وقتی که انسان ایمانش نقص شد، مثل از این است که یک نفر وضو شکسته باشه، 1000 رکعت نماز بخونه، یک رکعتش هم قبول نمیشه، باید پس از هر وضو بگیره. و به این شکل است مشکل که هزارها و میلیون ها انسان مسلمان دعا میکنه، دعایش قبول نمیشه و مدد الهی کتش نیست. چرا؟ به خاطر ازی که بسیاری از مردم به این ناقض یا به این شکننده از شکننده های ایمان مبتلا هستند، ولی نمیفهمند و یا میفهمند به تفاوت هستند و پروا ندارند. مثل که یک نفر وضوش بشکنه، باز اونجا نماز بخونه، شما برش بگین که برادر وضویت شکست، به شما ثابت است اینه به این دلیل وضویتو مشکنه؟ میگه که نه، وضوی من نمشکنه، من یک دفعه که وضو گرفتم خلاص دیگه وضوی من ابدا نمشکنه. پس اینالی اگر هر قدر نماز بخونه، نمازش چی میشه؟ نمازش قبول نمیشه. و دعای انسان مؤمن، الله میگه ادعونی استجب لکم، شما از ما طلب بکنین ما به شما اجابت بکنم. فلیستجیبوا لی، پس این بنده ها باید احکام مرا اجابت قبول بکنن، احکامی که از طرف من نازل شده ایره قبول بکنن، بعد از اون دست دعا به بارگاه ما روان بکنن. اما ای که مثلا یک نفر میگه من قانون آسمانی را قبول ندارم، قانون باید زمینی باشه،
انسان ها بسازه و به این قانون قناعت داشته باشه و این قبول بکنه، این در جمله نواقض ایمان هست. خواه انسان حاکم باشه، رئیس رهبر باشه، رئیس جمهور باشه و هر کسی که باشه. دوستای عزیز، مشکل اساسی امروزی هست که بسیاری کسا همین شریعت الله را چی میکنن؟ تغییر میتن. 20 سال پیش یک قسم تبلیغ بود، امروز دیگه قسم تبلیغ میکنن. 20 سال پیش وقتی که حاکم برش اجازه میداد که احکام الله را درست بیان بکنه، درست بیان میکرد. امروز وقتی که حاکم سرش فشار میره، پادشاه یا رئیس جمهور یا کلا سرش فشار میره که تو باید دیگه پا نزنی، پس بالاخره ای میخیزه و از امی حاکمه که امی رهبره که یا رئیس جمهوری که یا پادشاهی که در نواقض از نواقض ایمان داخل شده است، او را باز چی میگه؟ میگه که ای حاکم ما هست و از این باید اطاعت بکنیم. خب به خاطر از که دوستای عزیز گپا از من نباشه، من زیادتر یک مقدمه را بیان میکنم، لکن من میخوایم که همین آیات قرآن که وقتی ما شما خواندیم در درسای قبلی هم که الله متعال آدم علیه السلام به خاطر گفت این جاعل فی الارض خلیفه، در زمین خلیفه هست، و بالاخره هم تو می داود علیه السلام برش میگه یا داود و انا جعلناک خلیفه فی الارض، ای داود ما تو را خلیفه در زمین نازل کردیم، مبعوث کردیم. به خاطر چی؟ لتحکم بما انزل الله، و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم وقتی که آمده است برای چی است که حکم مطابق ما انزل الله بکنه. این ما شما در سای قبلی کل آیاتش هم خدمتان بیان کردیم. حال با همه قدر آیاتی که حکم باید مطابق قرآن و سنت باشه، مطابق شریعت الهی باشه. یک نفر امی حکم قبول نمیکنه، عوضش قانون دیگر میاره. به اینکه در این راستا مثلا حکم اسلام چی هست و علمای اسلام چی گفتن. مثلا شیخ محمد ابن ابراهیم ابن عبداللطیف آل شیخ متوفای 1389 هجری قمری، این یک کتابی داره به نام رسالت و تحکیم القوانین. این حال بسیاری وقتا کسایی که بحث میکنن اینه میره من خوانده میرم و براتان ترجمهش گفته میرم. وظیفه ما همی است که این عالم است، این مفتی هست و گپ از این سند است و این یکی از مفتیای بزرگ عربستان چندین سال پیش بوده است. این حال ای در سال 1389 هجری قمری وفات کرده. این حال 1400 تقریبا 44 است که 1445 میشه بخیر. این حال ای سال که 1344 هست شما ببینید که تقریبا ایده 89 1389 1399 1409 1389 1399 10 سال 1409 20 سال 1429 30 سال تقریبا یعنی 40 سال چند سال پیش همین فتوای ازی هست. این حال اسلام که هست این مثلا 40 سال پیش 45 سال پیش وقتی هم یک فتوا را داده. خب حالا ما و شما میریم سر از این بحث میکنیم که این عالم وقتی که همین فتوا را داده و این مفتی بزرگ هست امروز هم عین فتوا هست، حکم الله تغییر نمیکنه. این کتاب میگه که این عالم شروع میکنه بسم الله الرحمن الرحیم، میگه و من الممتنع ان يسمي الله سبحانه الحاکم بغیر ما انزل الله کافرا ولا یکون کافرا. میگه این ممتنع هست، ناشد است که الله یک کسی که او مخالف ما انزل الله، مخالف قرآن و سنت، مخالف وحی الهی این حکم میکنه الله سبحانه و تعالی این را کافر گفته باشه
و باز ای کافر نشه یا کافر گفته نشه. بل کافر مطلق، میگه این کافر است مطلقاً، اما کفر عمل و اما کفر اعتقاد. میگه دو قسم است، یکی کفر عمل است و یکی کفر اعتقاد است. و ما جاء عن ابن عباس رضی الله عنهما، میگه از ابن عباس رضی الله عنهما فی تفسیر هذه الآیه، وقتی که آیات قبلا ذکر میکنه که و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، میگه وقتی که عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میگه از روایت طاووس و غیره یدل علی ان الحاکم بغیر ما انزل الله کافر، کسی که بغیر از حکم الله حکم میکنه این کافر است. اما کفر اعتقاد، یا میگه این کفر اعتقاد میشه، ناقل عن المله، که از ملت اسلام میکشه. و اما کفر عمل، یا کفر عملی هست که لا ینقل عن المله، که از ملت اسلام نمیکشه. یعنی ما و شما اهل سنت عقیده ای است که اینال در عمل که است، یکی کفر عملی هست و یکی کفر اعتقادی. اینالی بیان میکنه که کفر اعتقادی که هست، این انسان از دایره ایمان میکشه، از دایره ایمان انسان میکشه. و کفر عملی که مثلا یک نفر به خاطر خواسته های نفسی خود یک کار میکنه و عقیده نداره، باز این اگر کفرام استعمال شده برش، این کفر عملی هست. مثلا یک نفر از روزه انکار میکنه، این کفر انکار است. روزه میگه چی به درد میخوره و روزه نمیگیرم و چطور است، هیچ فایده نداره و هیچ قبول ندارم، این کافر میشه. اما یک نفر دیگه میگه من روزه را قبول دارم، حکم روزه را قبول دارم، روزه درست است، لکن نفسش سرش غلبه میکنه، روزه را میخوره. پس اینه برش میگیم که تو گناهگار هستی، چرا که تو خو انکار نکردی، گناه کردی. متوجه هستین؟ اینال اینجا این عالم میگه که اینال دو قسم شد کفر، یکی کفر اعتقادی شد و یکی کفر عملی شد. و این انسان باید بفهمه که من خودم در این مبتلا نشم. و اما اگر یک کسی را الله او را کافر گفته باشه و او را باز یک مسلمان نگویه که کافر است، او را بگه تو مسلمان هستی، باز تکذیب میکنه الله و رسولش. از این خاطر علمای را تشریح کردن و این عالم بزرگ است و این را تشریح میکنه. خب اما الاول و هو کفر الاعتقاد فهو انواع، میگه اما اولش که کفر عقیده هست که مربوط به عقیده میشه، این چند قسم است. احدها ان يجحد الحاكم بغیر ما انزل الله احقیت حکم الله و رسوله. اولی است که یک کسی انکار میکنه حق بودن حکم الله و رسولشه. مثلا میگه که حکم الله هم مثل اکثر کافرها همین قسم هستن و حکم الله را میگه ما نه قرآن قبول داریم، نه حدیث قبول داریم، نه پیغمبر قبول داریم، این کافر است. خب و هو معنی ما روی عن ابن عباس و اختاره ابن جریر، میگه این معنای امی قول ابن عباس است که ابن جریر میگه که ان ذلك هو جحود ما انزل الله من الحکم الشرعی، میگه این انکار ما انزل الله است از حکم شرعی، میگه انکار کرده. خب و هذا این عالم حالا چی میگه؟ این عالم مفتی میگه و هذا ما لا نزاع فيه بین اهل العلم، میگه در این اختلاف بین اهل علم نیست که این کافر است. یعنی بسیاری وقتا مثلا در افغانستان وقتی که کمونستا آمدن میشنیدیم از زبانشان که اونا میگفتن که ما قرآن کار نداریم و تا قرآن در زمین منداختن و زیر پای خود میکردن. در وقتی که روسا بود، باز وقتی که روسا رفت باز کمونستا هم تغییر کردن، گدا اگر تواضع کند خوی اوست. یعنی وقتی که روسا بود در افغانستان اینا قدرت داشتن، حکم ما انزل الله را قبول نداشتن و قرآن و سنت انکار میکردن. این حال کسی که قرآن و سنت انکار بکنه و کلمه هم بخونه با این حساب چی میشه؟ این مرتد میشه. بناهن این عالم چی میگه؟ میگه و هذا ما لا نزاع فيه بین اهل العلم، میگه در بین ازید در این مسئله که است بین اهل العلم یعنی علما اختلاف نیست، نزاع نیست.
فإن الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم، میگه اصولی که متفق علیه هست در بین علما چی است؟ ان من جحد اصلا من اصول الدین او فرعا مجمعا علیه، میگه متوجه باشه اگر کسی یک اصل از اصول دینه، یک اصل از اصول دین، الله باشه یا ملائکه باشه، آمنت بالله باشه یا ایمان به ملائکه باشه یا کتاباش باشه یا پیغمبرها باشه یا به بعث باشه یا به حشر باشه یا به آخرت باشه، به این کس مثلا از این انکار میکنم او انکره او فرعا مجمع علیه، یا یکی از فروعات دین که اجماع بالای شده که اینمی در دین هست، اساس در اصل دین است، این انکار میکنن، نماز، روزه، حج، زکات، جهاد، شهادت، اینا رو کلش انکار میکنن که یا چی هستن؟ مجمع علیه هست که از دین است. او انکر حرفا مما جاء به الرسول صلی الله علیه و سلم قطعیا، یا یک حرف از آن چیزی که رسول الله صلی الله آورده قطعی، مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم بالایش قرآن نازل شده، اینالی قرآن انکار میکنه، یا احادیث صحیحه متواتره هست قطعی، این انکار میکنه. پس این انسان چی هست؟ فإنه کافر، کافر الکفر الناقل عن المله، میگه کافر هست که کفرش ناقل از ملت است، یعنی کافر هست که ایره از اسلام میکشه. پس این درجه یک شد. یعنی اگر یک حاکم یا یک کسی قانون غیر الله را میره قانون دیگر را تطبیق میکنه، از پیشش پرسان میشه که شما چرا شریعت تطبیق نمیکنین، این قانون را تطبیق میکنین؟ این میگه که والا من شریعت و قرآن و سنت گپا را قبول ندارم، من اینمی قانون آوردیم، اگه قانون انگلیس است یا قانون امریکا هست یا قانون روس است یا قانون چین است یا قانونهای سابقه هست یا قانون مختلط است، این رو من تطبیق میکنم، چرا قرآن و سنت تطبیق نمیکنیم؟ میگه که این قبول ندارم قرآن و سنت. این قسمتی عالم میگه که اینمی انسان کافر میشه. خب دیگه میگه هیچ علما اختلاف ندارن و مجمع علیه ای کافر است. خب این آسان شد فهمیده. الثانی دوم ان لا یجحد الحاکم بغیر ما انزل الله کون حکم الله و رسوله، میگه یک کسی، همین کسی که بغیر ما انزل الله به قوانین وضعی حکم میکنه، کسی از پادشاه هست، رئیس جمهور است یا کلان است یا مشر است یا رهبر است یا هر چیزی که هست، این بغیر ما انزل الله حکم میکنه. از پیش این دومیش پیش پرسان میکنیم که خب شما چرا شریعت الله را تطبیق نمیکنین، قرآن و سنت و شریعت تطبیق نمیکنین؟ و الله متعال گفته که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت بکم الاسلام دینا. الله یک دین کامل جامع که در تمام بخشای زندگی برش حکم داره و ای باز مثلا سنتی رو تشریح کرده و اجماع علمای اسلام ای رو تشریح کرده و علما کل زیر بیان کرده، شما چرا مطابق قرآن و سنت حکم نمیکنین؟ این دومی هست. این چی میگه؟ این میگه من انکار نمی کنم آنچه که به غیر ما انزل الله هست، لکن اعتقد ان حکم غیر الرسول صلی الله علیه و سلم احسن من حکمه، لکن این میگه که همین قوانین فعلی که است این بهتر است نسبت به شریعت. این قسم استدلال میکنن. وقتی از پیش پرسان میکنین چرا شما شریعت تطبیق نمیکنین؟ وقت میگه برادر این قانون کال فعلا جور شده، این مردمای است. یک وقتی یک کمونیست همراه ما بحث میکرد و برای ما گفت که برادر رو قانونی که 1400 سال پیش جور شده، آل قانونی که فعلا جور شده، این قانون بسیار خوب از خودش کمونیست بود و میخواست ما رو دعوت بکنه به طرف کمونیسم. دعوتم کرد که شیشتیم و پرسانش کردم که مثلا شریعت الهی او خودش برای ما شروع کرد، گفت قانون 1400 سال پیش جور شده، ما او رو تطبیق نمیکنیم، آل قانونی که نو ساخته شده هست، این مردمای بسیار روشن فکر، مردمای فامیده، متخصصین این قانون ساختن، پس او قانون کونه شده، این قانون خوبش هست، پس از این خاطر ما این قانون رو تطبیق میکنیم. لکن متوجه هستین ما انکار نمیکنیم که قرآن و سنت درست است، او رو انکار نمیکنیم، بله قرآن است و سنت است،
لکن اعتقادش چی است که این حکمی که عالم شه ای از او کده بهتر است و اتم و اشمل، ای تمامتر است و شاملتر است، کل بخشا را شامل است. این قانون جدیدی که مثلا روسا وقت ساخته بود، اتحاد شوروی او را میگفت، و یا قانونی که امریکا ساخته، یا قانونی که ملل متحد ساخته، یا قانونی که فرانسه ساخته، یا قانونی که ایتالیا ساخته. بنان او قانون ما میاریم که او قانون بسیار مفصل است و بسیار جزئیات است. از این خاطر این را چی میگن؟ احسن و اتم و اشمل. میگه این قانون از او که بهتر است و کاملتر است و شاملتر است. خب لما یحتاجه الناس من الحکم بینهم عند تنازع. میگه وقتی که مردم اختلافات و گپا دارن دیگه این قانون خوبتر است و کاملتر است. این قانون نو نسبت به شریعت الهی، اما مطلقا او بالنسبه الى ما استجد من الحوادث. یا میگه مطلقا این خوب است، یا میگه نسبت به این که در این چیزای حوادث نو، واقعای جدید آمده، بنابراین در این قوانین جدید ساخته شده هست. بنابراین ما قرآن و سنت و شریعت در طاق میگذاریم و مطابق از این حکم میکنیم این کاملتر و خوبتر است. التي نشأت ان تطور الزمان و تغییر الاحوال. این دلیل از اونا میگه که این قانون جدید شاملتر و کاملتر و خوبتر است. مردم احتیاج دارن و در وقت اختلافات مردم به این ضرورت دارن، یا مطلقاً از او کده خوب است، یا نسبت به اینکه حوادثی که مثلا روز به روز مثلا واقعات جدید میشه و در قوانین جدید که است، این حادثات کلش جای به جا هست، چون زمان تغییر کرده و احوال تغییر کرده. اینه به این سبب این دلیل میگه. عالم چی میگه؟ خب میگه این شخصی که به این عقیده هست که این حاکم است، این رهبر است، رئیس جمهور است یا پادشاه است، وقتی که همراهش صحبت بکنی این قسمی استدلال میکنه و میگه من قرآن و سنت انکار نمیکنم، من ایمان دارم، مسلمان هستم، کلمه میخوانم، یعنی برات لا اله الا الله میخوانم، محمد رسول الله میخوانم، اونجا قرآن ماندگی است، نماز میخوانم، روزه میگیرم، لکن دلیل من میگه این است که من این قانون جدید به خاطر از این تطبیق میکنم که از او قانون شریعت کرده، از او کرده این کاملتر است، بهتر است، شاملتر است، کل حوادث و کل مسائل روز و کل از اینا را در بر میگیره. به این خاطر وقت تغییر کرده، حالات تغییر کرده، اینال من این قوانین در اون نیست، یعنی در اون نقصان است. پس من این قانون کامله بر شما که قانون امروزه هستی را گرفتیم، مثلا یا از فرانسه هست یا از امریکا هست یا از فلان جای است. عالم میگه که اگر کس همین گپ میزنه، ببین انکار نکرد، لکن این قسم گپ گفت، میگه و هذا ایضا لا ریب انه کافر. میگه این شک نیست که این کافر است، یعنی کفر اعتقادی است، چون این دوم مسئله کفر اعتقادی است. ما شما هنوز در کفر عملی نامدیم، بازور تشریح میکنیم. کفر اعتقادی اولش که بیخی کاملا انکار میکرد، دومش انکار نمیکنه، لکن میگه که این از او کده چی است؟ کاملتر و بهتر و شاملتر هست و تمام حوادث در بر میگیره. از او خاطر او کس به ایمانا که ناقص هست، نمیتونه که جوابگوی عصر ما باشه. پس این عالم میگه که شک نیست، لا ریبه، در این هم میگه شک نیست که انه کافر، ای کافر است. لتفضیله احکام المخلوقین التي هي محض زبالة الاذهان و صرف حثالة الافکار على حکم الحکیم الحمید. میگه به خاطر از این کافر میشه که این قوانینی که ای از کثافت‌دانی عقل‌های ناقص انسان‌های خودخواه و خودغرض ساخته شده است، این قوانین چی میکنن؟ برتریت میکنن نسبت به احکام ذاتی که حکیم است، الحکیم و الحمید است. یعنی صفت حکیم الله را انکار میکنه که احکام الله حکیمانه نیست، فقط به یک اثر کفایت میکرد، به این ما کفایت نمیکنه. صفت حمید الله را انکار میکنه که او صفات کاملی که الله متعال داره و حکمش برای تا روز قیامت قابل تطبیق است، این انکار میکنه. پس در این صورت این انسان چی میشه؟ میگه این کافر است و از دین اسلام چی است؟ کافر شده. و ایش همین عالم بازال تشریح میکنه، میگه و حکم الله و رسوله لا یختلف فی ذاته باختلاف الازمان. میگه حکم الله و رسولش با اختلاف زمان که مثلا 400 سال پیش بود و آله هست، میگه به این تغییر نمیکنه و تطور احوال حالات انسان ها تغییر نمیکنه. مثلا حکم الله هست که شما 5 وقت نماز بخواین، آیا تغییر میکنه؟ مثلا حکم الله هست که دروغ نگوین،
پس آیا با گذشت زمان عصر دروغ بگوییم؟ زنا نکنین حالا باید خیلی زنا بکنیم، شراب نخورین حالا باید شراب بخوریم. ببینید این عالم میگه که احکام الله این قسم است که با گذشت زمان و تغییر پیشرفت های حالات و تجدد الحوادث میگه حکم الله تغییر نمیکنه. حکم الله هم حکم الله است. زنا مجرم است، زناکار مجرم است، شرابخوار مجرم است، 14 قرن قبل پیش هم مجرم بود و حال هم مجرم است. حتی که سبا قیامت هم باشه امروزش این حکم الله تغییر نمیکنه. خب فإنه ما من قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها في كتاب الله تعالى و سنت رسوله صلی الله علیه وسلم. هیچ قضیه نیست از قضایا مگر ای که حکم از او در قرآن و سنت موجود است، نصا منصوص است که مثلا دقیقا او ظاهرا او استنباطا او غیر ذلك، یا مثلا نص است یا آشکارا معلوم دار است و یا استنباط میشه از این احکام الله سبحانه و تعالی. علم ذلك من علمه و جهله من جهله. حالا مثلا مگه یک کس بفهمه یا کس نفهمه، لکن امی حکم موجود است. حالا مثلا یک نفر میگه مثلا 1400 سال پیش مثلا طیاره نبود، 1400 سال پیش موتر نبود، 1400 سال پیش مثلا وسایل نبودن. حالا مثلا چطور است برشان ببین 1400 سال پیش وسایل ترانسپورتی چی بود؟ شطور بود؟ اسب بود؟ دیگه وسایل ترانسپورتی او وقت بود. که کشتی بود. آیا او وقت مثلا رسول الله صلی الله علیه و سر شطور نماز خوانده؟ یک وسیله ترانسپورتی بود. بله، پس وسایل ترانسپورتی امروزی قیاس میشه بالای وسایل ترانسپورتی سابقه. وقتی که رسول الله سر شطور نماز نفل خوانده، ما میتونیم نماز نفل خود سر موتر بخوانیم، در طیاره بخوانیم، در کشتی بخوانیم، در راکت باشه، در چیزی باشه، در ریل باشه، در هر چیز باشه بخوانیم. پس وسیله ترانسپورتی تغییر کرده اما حکم خود تغییر نکرده. در اون وقت نماز نفل میتونستی سر وسیله ترانسپورتی بخوانی، حال هم یا مثلا وقت مثلا با حساب گام های شطور محاسبه میکردن که مثلا اگر یک نفر این قدر به اندازه گام های شطور این مثلا از خانه خود دور شود مسافر گفته میشه. حال مثلا امور آوردن علما میگن که اونم گام های شطور که او وقت بود حال فعلا 84 کیلومتر است. مثلا اینا اگر شما 84 کیلومتر از منزلتان دور شدین مسافر گفته میشین، بنا نماز مسافرانه میخوانن. اینا اینجا متوجه هستید؟ پس وسیله تغییر کرد، وسیله ترانسپورتی وقت هم بود حال است، منتها حال وسیله تغییر کرد. حکم تغییر میکرد؟ نه خیر، حکم همون حکم است. نماز همون نماز است. 1400 سال پیش هم 2 رکعت نماز فرض بود و حال هم اونم 2 رکعت فرض است. 1400 سال پیش هم قتل انسان بیگناه، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، تا روز قیامت این دیگه. پس که اگر کسی یک مؤمن متعمدا قصدا او را قتل میکنه جزایش است. این حال استدلال از اونا استدلال غلط است. عالم امیر تشریح میکنه. این میگه اگر کس بفهمه یا جاهل یا از این جاهل شوه. وليس معنى ما ذكره العلماء من تغيير الفتوى بتغيير الاحوال ما ظنه من قل نصيب. خب میم سر موضوع دیگهش که سومی چی هسته. خب 2 حالت شد. حالت اول فهمیدین ان شاء الله تعالی که یک نفر بیخی شریعت انکار میکنه، دین انکار میکنه. بسیاری سیکولرها هستن که سیکولر شدن و بیدین هستن، اونا میگن قرآن و سنت حال به درد نمیخوره و ما رو تطبیق نمیکنیم، قانون پیشرفته را. این خو انکار شد مطلقا. دوم طایفه کسایی هستن که میگن من قرآن قبول دارم، من سنت قبول دارم، من اجماع قبول دارم، من قیاس قبول دارم، من احکام شریعت الله را قبول دارم، لکن قانون امروزی از او شریعت کرده برتر و خوبتر است و به نفع بشر است و به حقوق انسان و حقوق بشر و حقوق زن یه با مساویه. این عالم میگه که اینی نفر هم چون حکم مخلوقه که از عقلش ایجور شده بالای حکم ذاتی که حکیم و حمید است ترجیح میده، ای کافر است. کفر اعتقادی است و از ملت اسلام خارج است. الان چقدر مثلا رهبرا هستن در حکومت ها امی عقیده را دارن که وقت امروزشان بحث میکنن امی گپ میزنه و میشن براتون تشریح میکنن. خب اینا که تشریح میکنن و به این عقیده هست و خودش وقتی که پرسان کنید در مصاحبه هایش و همراه خبرنگارا وقتی که از پیش پرسان میشه و خودش اعتراف میکنه. مثلا بسیاری کسایی هست، مثلا نام بگید بعضی دوستان، من نام نمیگیرم، بسیاری کسا را شما وقتی که مصاحبه هایشون میشنوید یک نفر میگه من مسلمان هستم فلانی هستم، وقتی که باز به پرسانش بکنن که خب حالا که شما اینجا حکومت گرفتین و اینجا مسلمان هستین، مثلا در اسلام بر
قاتل که از سارق که از دست قطع میکنه این چطور است؟ نه میگم این کار نمیکنم. آل دیگه در محکمه ما این نیست. من عوض قطع دست سرقت کننده من مثلا برازو چی میتم؟ من برازو باز 2 سال یا 3 سال یا 4 سال مثلا قید میتم و این تطبیق نمیکنم. حالا اینمی نفر چرا تطبیق نمیکنی؟ نمیگی قانونی که حالا فعلا ساخته شده، حالا فعلا عصر جدید است و عصر پیشرفت است. اینی قسم از بسیاری کسا به این حساب این جزء عقیدهش است، عقیده خود تشریح میکنه. زبان ترجمان است. ترجمان چی هست؟ ترجمان اعتقاد است، از قلب. مثلا حالا ما از قلب یک کس چی خبر دارم، لکن خود شخص همین قسم تشریح میکنه. از این خاطر عالم میگه که وقتی کس همین قسم استدلال کرد به این معنا که به می عقیده هست، وقتی که به می عقیده شد، قرآن هم قبول داره، سنت هم قبول داره، کلمه را هم میخونه، لکن هم عقیده داره، میگه این حکم چی است؟ میگه این کافر است، این کافر است که از دین اسلام خارج میشه. خب این دو طرف فهمیدیم. سومی چی است؟ اولش انکار بود، دومش برتریت میداد، میگه قانون ساخت انسان ها این بهتر است، یعنی دموکراسی بهتر است از اسلام کرده، سیکولاریسم بهتر است از اسلام کرده، کمونیسم بهتر است از اسلام کرده، پلورالیسم از اسلام کرده بهتر است. مثلا این فلانی چیزاست، این اندیشه هایی که یا مثلا مکاتب سیاسی معاصر کسی را برتریت میده، چون کسایی که همین دموکرات هستن همین عقیده را دارن. کسایی که پلورال هستن مثلا سوسیال دموکرات و مثلا همین نام‌های چیزاست که وقت از پیشان پرسان بکنی کل از اینا به همین عقیده هستن. و بسیاری وقتا ما و شما به کتشان وقتی که شیشتیم همراهشان بحث کردیم و این بحثا را میکنن و میگن وقتی که خود یک نفر امیر خیست و بیان کرد و به زبان خود، خلاص اونم عقیده خود تشریح میکنن. سومیش میگه چه قسمت سومیش؟ الله یعتقد کونه احسن من حکم الله و رسوله. میگه یک کسی دیگه است نه انکار میکنه، میگه من انکار نمیکنم به قرآن و سنت به حدیث به کلش اجماع و کلش من ایمان دارم، کلمه هم میخونه و میگه من نمیگم که بهتر است از شریعت الهی کردن. خب بهتر هم نیست، انکارم نکرد و گفت که بهتر هم نیست، اولی و دومی نگفت، لکن اعتقد انه مثله. او چی عقیده داره؟ او میگه که نه یا مثل از او برادر. فهذا كالنوعين الذين خب این چی میگه؟ میگه این مثل از او برادر. میگه که من قرآن سنت و دین و کلش قبول دارم و این قانون که هست مثل از او است. آل در قرآن و در سنت جرم جنایت اینا رد نشده؟ بله شده. خب دی قانون میگه هست، پس من او را قرآن و سنت قبول دارم، مسلمان هستم، کلمه میخوانم و یا را قبول دارم، لکن قانونه که من آل تطبیق میکنم مثل این قانون شریعت وارد. چی فرق داره؟ چی فرق داره؟ یا مثل از او است. آل تو را تطبیق میکنیم، من را تطبیق میکنم. او را مثلا از کتاب های مثلا از قرآن میگیری، از حدیث میگیری، از کتاب های فقهی مثلا جمعیت میگه اینجا قوانین ما تمام جور شدگی است، امریکا جور کرده، فرانسه جور کرده. وقتی که اگر مقایسه بکنی بسیاری از یا مثل از او است. این پس قانون انسان عقیده داره که مثل شریعت الله هست، یعنی اردویش مثل داره. مخلوق قانون مخلوق مثل قانون الله هست، این ایره مثل ساخته. این سومی هست. خب حکم از چی هست؟ آلی عالم میگه فهذا كالنوعين اللذین قبله. میگه این مثل همون دو نوعی است که قبل ازی بود. فی کونه کافرا الکفر الناقل عن المله. یعنی این هم مثل او دو گروه اولی واره کافر هست که کفر ازی کدام کفر است؟ الناقل عن المله، که ایره از ملت اسلام میکشه. لما یقتضی. چرا این شیخ صاحب چرا این به تو مفتی بزرگ هستی؟ این میگه لما یقتضی ذلك من تسویه المخلوق بالخالق. به خاطر اغزی که میگه ایگه پزی دلالت میکنه به مساوی قرار دادن خالق با مخلوق. مخلوق با خالق چی میکنه؟ مساوی قرار میده. یعنی وقتی که الله حکم میکنه، ذات ذوالجلال والاکرام خالق آسمان ها و زمین، این مخلوق کوچکه که شاید مثلا بغیر از زبان خود دو زبان دیگر یاد داشته باشه و نداشته باشه، بغیر از
چند وقتی که حال فعلا هست از سابق و از گپا خبر باشن، آینده را هیچ خبر نداره. این مخلوق کوچکی که در یک زمینه که کوچکی که اگه بالا بری این زمین به اندازه یک سر سوزن یا سر نقطه پنسل معلوم میشه و بالاخره که اگر بالاتر بری اینی انسانه که کوچک ضعیف که در بسیاری مسائل جاهل است، این مثل قرار میده با ذات ذوالجلال و الاکرام. پس به این خاطری کافر هست. این چرا الله متعال میگه لیس کمثله شیء، هیچ مخلوق هیچ چیز مانند خالق نیست. پس این خود میگه مثلش هست. پس وقتی که تو میگی مثلش هست، بناهن او که میگی من کلمه میخوانم و قرآن در اتاقت ماندی و بالی سرت ماندی و از سنت و از کل چیز قبول داری، میگه ای از دایره ایمان خارج میشه و ای کافر است. والمناقضه والمعانده لقوله عز وجل، میگه مخالفت و دشمنی ازی با قول الله هست که لیس کمثله شیء و نحوها من الآیات الکریمه و امثال دیگه آیات قرآن هست. الداله او تو آیاتی که دلالت میکنه علی تفرد الرب بالکمال، که الله سبحانه و تعالی ذات است کامل است، مطلق ذات کامل است، به کمال مطلق داره. و تنزیهه عن مماثله المخلوقین، انال علی تفرد الرب بالکمال و تنزیهه عن مماثله المخلوقین، که الله سبحانه و تعالی در ربوبیت خود ذات یگانه است که کامل هست، کمال مطلق داره و پاکی تنزیهی عن مماثلت المخلوقین، که الله سبحانه و تعالی پاک است از همگونی با یا هممثلی با مخلوقین فی الذات و الصفات و الافعال و الحکم بین الناس فيما يتنازعون فيه. یعنی الله سبحانه و تعالی ذات کامل است و منزه است از مثل بودن با مخلوق در ذاتش، در صفاتش، در افعالش و در حکمش بین مردم. پس این نفر مثلا در ذات و صفات افعالش قبول داره، در حکمش بین مردم چی است؟ در اینجا باز الله سبحانه و تعالی را قانون شریعتش چی میکنه؟ مثل مخلوق. پس به این اساس میگه این انسان کافر میشه. پس ما و شما فهمیدیم قسم اول کسی که مطلقا انکار کرد، متوجه هستین؟ قسم دوم انکار نکرد لکن قانون انسان، ساخت انسان از شریعت الهی کرده برتر دانست، این هم کافر است. قسم سومش کسی که قانون الله را مثل قانون مخلوق، قانون مثل قانون الله دانست، این هم کافر است. این حال شما خودتان فکر بکنید که چقدر مردم به این مرض مبتلا هستند. از این خاطر است که نصرت الهی سر بسیاری بند است و بسیاری هستند که مثلا غیرت از پیشش رفته، ایمان رفته، دشمنای الله میزنن، بمبارد میکنن، میکشن مسلمان ها را و این قرار آرام شیشتن و این از او کدام برتر است، به خاطر ازی که او هم از دایره ایمان خارج است، این هم از دایره ایمان خارج است. پس فرق بین از او یهودیه که کافر است و به موسی و عیسی و قرآن و رسول الله هم کافر شده و بین ازی کسی که مخلوق با الله مشابهت میته و کافر میشه. اردویش از دایره ایمان خارج هستن. از این خاطر این باز هیچ حرکت کردن نمیتونن. خب چهارمی چی هست؟ میگه چهارمی که هست این او سه حالت نداره. ان لا یعتقد کون حکم الحاکم بغیر ما انزل الله مماثلا لحکم الله، فضلا عن ان يعتقد كونه احسن منه، لكن اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله و رسوله. میگه او سه عیب اولی نداره، چهارمی هست. او سه عیب اولی نداره، عقیدش نیست که مثلا انکار بکنه او را خود نداره، این را هم نداره که بگویه برتر است از او کرده، این هم نداره و مماثل نمیگه که مثل از او هست. خیلی میگه این چیه؟ لکن اعتقد جواز الحکم بما یخالف حکم الله و رسوله. این جواز میده. چی معنی؟ وقتی امروز بشین برشان باید خب جناب عالی خودت که رهبر این مملکت هستی و اینجا قانون که من خواندم، این قانون شما موافق شریعت الله نیست. مثلا در افغانستان در زمان جمهوریت قانون ساخته بودن که یکی از قوانینش که من خواندم نوشته بود که
اگر یک کسی زنا میکنه، تجاوز جنسی میکنه، بر از او جزا بود. اما برای کسی که به اختیار خود زنا میکنه جزای وجود نداشت. یا مثلا در قوانین از زنا جهاد جرم حساب میشد. فضل الله المجاهدین علی القاعدین، کسایی که قاعد هستن ششتن جهاد نمیکنن نسبت بر از اینا و کسایی که جهاد میکنن فی سبیل الله رتبه از اونا بلندتر است. اینایی رو بلندتیش قبول نداشتن، بلکه نشته بود که کسی که مثلا در مقابل امریکایی ها می جنگه که اونا آمدن در افغانستان و معترض هستن و اشغال کردن و با زور خود آمدن، با تیارای خود آمدن، با راکت خود آمدن، باز اگر کسی به امرایز امریکایی می جنگید و جهاد میکرد، ای باید مثلا 20 سال قید شده. خب آل از این را پرسان بکنی که خب خودت کلمه میخوانی؟ میگه بله من کلمه میخوانم. قرآن قبول داری؟ میگه بله من قبول دارم. سنت قبول داری؟ میگه بله قبول دارم. آینه کل چیز و حتی شاید لباسش و چهرهشم. خب برش بگوی خیلی پس قوانین شما که است، این قانون ضد چی هست؟ ضد شریعت الله هست. این قانون تا مثلا مخالف قرآن است و مخالف سنت هست. در این چی میگه؟ این میگه که برادر وقتی که حکم الله هست، حکم پیغمبر هست، این حکم هم جایز است که بکنی. یعنی اگر مطابق قانون فرانسه و قانون امریکا و قانون روس و دیگه قوانینی که هست تو حکم میکنی، این جایز است، پروا نداره. ما از قرآن و سنت هم میگیریم و این جایز است که از این قوانین هم بگیریم و استفاده بکنیم و این قوانین رو تطبیق بکنیم. به این خاطر ما این قانون آوردیم که جایز است، به او هم ما احترام داریم و او هم قبول داریم. در قسمت از این چطور میشه؟ کسی که جواز میده قوانین انسان در پالوی شریعت الهی، یعنی میگه که من شریعت تطبیق نمیکنم، قانون امریکا یا روس یا فل قانون دیگه رو تطبیق میکنم و جایز است که قانون رو تطبیق بکنی. امی عقیدهش است. حکم از این چی است؟ این عالم میگه فهذا کالذی قبله یصدق علیه ما یصدق علیه. میگه این مثل اون مسابقه وارست، بالای از این تصدیق میشه، صدق میکنه آنچه که بالای از دیگر بود. لاعتقاده، به خاطر که میگه عقیده داره جواز ما علم بالنصوص الصحیحه الصریحه القاطعه تحریمه. میگه این چیزهایی را که با نصوص صریح حرمت از او ثابت است، این را جواز میده. یعنی چیزهایی است که در اسلام حرام است. مثلا شما وقتی که در ترکیه برین و پرسان بکنین که شما اینجا چرا ای که کلپ‌های زنا هست و مثلا شراب است و فلان هست، میگه این هم در پالوی از قوانین که هست، این جایز است، چی مشکل داره؟ این حالی ای که میگه جایز است به این معنا که او شرابی که در قرآن حرام است این جواز میتیش، او زنایی که حرام است جواز میده. پس اینالی ای حاکمه که جواز میده. این میگه من این کار نمیکنم، من مسلمان هستم، کلمه میخوانم، روزه میگیرم، یعنی خانمم با حجاب است، خودم سجده میکنم و دفاع از مسلمانان میکنم، لکن جواز میده که یعنی این سیاحت، زنا، شراب، بی‌حجابی، بی‌ستری یا کلش جایز است در پالوی از اینکه مثلا شریعت الله هست رو ما قبول داریم، لکن این قوانین هم جایز است و اعلان میکنه که جایز. خب اینالی عالم چی میگه؟ میگه این هم بالایش همون کفری که سه قسم اول داشت، این قسم چهارمی هم کافر است، به خاطر که چیزهای را جواز میده که با نصوص قطعی و حرام است و این عالم میگه جایز است و او رو در مملکت خود تطبیق میکنه. خب پنجمیش چه قسم است؟ میگه پنجمیش خب این 4 تا فامیل داشت. خب پنجمیش هست، میگه بعضی کسا هست که القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة خاب وغير ذلك يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب. میگه
قسم پنجمی کسایی هستند که اونا یک قانون ساختن که او قانون ملفق است از مختلف قوانین، یعنی قانون است که از قانون چندین قوانین یک قانون ساختن. مثل قانون فرانسه، یک چیز از قانون فرانسه گرفتن، یک چیز از قانون امریکا گرفتن، یک چیز از قانون بریتانیا گرفتن، یک چیز از قوانین دیگرها گرفتن و یک چیز هم از بعضی از بدعتکارای مسلمان ها هم که بعضی فتواهای بدعتی اطلاع دارن ایره هم جمع کردن و از این قانونی که از چندین قانون مختلف است از یک قانون جور کردن که در اونجا این قوانینشان مخالف قرآن و سنت است. من احکام ذلك و تلزمهم به، مطابق از این یحکم حکامها بینهم، باز امی حاکما که هستن مطابق امی قانون گدودی که از چندین قانون گرفتن مختلط، باز مطابق از اینا حکم میکنن که مخالف قرآن و سنت است. یعنی قوانین مختلف است. مثلا بعضی اوقات در اصول در قانون اساسی بسیاری کشورها سائل کنین، مثلا در یک مادهش نشه کرده که شریعت اسلامی را قبول داریم، در دیگه مادهش که بیای باز میگه قانون ملل متحد قبول داریم، باز دیگهش که هست میگه حقوق بشر را قبول داریم. اینال در بسیاری چیزای از ایران که از قانون حقوق انسان حیوان قبول داریم. شما کسایی که مثلا در اروپا زندگی میکنید ذبح کردن حیوان در قانون حقوق حیوان که است یک جرم از جنایت است، در حالی که در اسلام که است ذبح حیوانات حلال است که مثلا مسلمان با کارت حیوان ذبح بکنه، اونا میگه که نیست. اینال این قانون که اینا جور کردن، این قانون چی هسته؟ اکثرا قانون‌های اساسی را که شما مطالعه بکنین اما تو قوانین هست که مثلا گدوت کردن، یک دو سه تاش از قانون امریکا گرفتن، دو سه چهار تاش از قانون فرانسه گرفتن، از قانون ایتالیا گرفتن، بعضی چیزا را هم از بعضی گپ‌های بعضی بدعتکارای مسلمان‌ها که مثلا فلانی مسلمانات میگه این کل لذیر صاحب جور کردن، یک دانه قانون ساختن و مطابق از این حکم میکنه. متوجه هستین؟ اینال میگه یا عالم چی میگه و این قانون میگه این حاکمات تطبیق میکنه فای کفر فوق هذا الکفر، میگه از این که دیگه کفریت میشه، این مطلقاً کفر است. و ای مناقضه للشهاده بان محمدا رسول الله بعدها، میگه کدام چیز مناقض به این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله است. یعنی این آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم بالایش نازل شده قرآن و سنت ای را ترک میکنه و میره این قانون گدوده جور میکنه و بالای مملکت و بالای مردم تطبیق میکنه. بناهن اینی کسی که اینی قانونی را جور کرده که گدود هست، قانون اساسی را جور کرده که از شما اکثر قانونهای اساسی را بخواین که مثلا در زمان جمهوریت که میخواندی در یک مادهش میگه که اینجا شریعت اسلامی هست. خب بعد از چی؟ باز دیگهش که میرفتی باز حقوق بشر است، باز بالاخره ملل متحد است، بالاخره قانون فلانی است، اما تو گدود از کل قوانین یک دونه قانون جور کرده. ایره هم یا عالم میگه که این هم کفر است، کسی که قانون ساخته این کافر است و کسی که تطبیق کنندهش است این مخالف قرآن و سنت و مخالف رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. ششمی ما یحکم به کثیر من رؤساء العشائر، ششمی قسمی که کفر چی است؟ کفر مخرج از اسلام است. این میگه کدام یکی هست؟ میگه کسایی هست که بعضی از رئیسای قبایل، رئیسای مثلا قبیله ها و من البوادی و نحو بادیه ها، مثلا در بسیاری از اقوام و در بسیاری از قبایل بعضی از قوانین هست که مثلا میگه که قانون پشتو، قانون تاجیک ها، قانون کرد ها، قانون ازبک ها، قانون ترک ها، اینا قوانین قبیلوی دارن مطابق قبیلهشان که در بین از اونا هست من حکایات آبائهم و اجدادهم، که این از کی گرفتن؟ از شریعت نگرفتن، از پدرها و پدرکلانایشان این قانون گذاشته شده و عاداتهم التي یسمونها سلومهم، که اینا بسیاری وقتا برای این نام ها میگذارن، مثلا فرهنگ میگنش، مثلا این فرهنگ ماست یا این میراث نیاکان ما هست یا این از اجداد ماست. یتوارثون ذلك منهم، که این قوانین قبیلوی را از این پدر و پدرکلان خود به میراث بودن. و یحکمون به و یحضون علی التحاکم الیه عند النزاع، در وقت اختلافات به این محکم میگیره. بسیاری وقتا مثلا یکی از دوستای ما شیشتا بودیم، مثلا یک اختلاف داشتن، ما برش گفتم که مسئله بیوه بود، یک خانم بیوه بود که میخواستن درباره از اون تصمیم بگیرن. ما کتشیشت ما گفتم خود در مورد در کندی ببارم، ولی خب الله سبحانه و تعالی حکم کرده که مثلا اختیار لري
د خپل میړه اختیار کی او اختیار لري مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړی او بر ما هغه ماته ویل چې نه استاد دلته مون قرآن نه کوو دلته مون پښتو کوو. همین نقطه را این عالم میگه. یا بسیاری وقتا برای بسیاری کسا که بشینی بعض مجلس ها هست وقتی که اختلاف شد و چی گپ است برش میگه که برادر قرآن این تو میگه پیغمبر میگه اینجا رواج ما اینجا کلتور ما هست اینجا عنعنات ما هست ما مطابق از او فیصله نکنیم. اینجا دیگه باز شما مولوی صاحب در مورد نکاح باز بین یک نکاح بسته بکنیم دیگه در رواجهای ما مداخله نکنیم. در اختلافات و در بسیاری مسائل در مسئله زن و در مسائل طلاق و در مسائل مثلا میراث و در بسیاری چیزها این عالم میگه که اینی را از پدرای خود میگیرن و به مطابق از حکم میکنن و در وقت نزاعات کس در طرف از امور رجوع میکنن بقاء علی احکام الجاهلیه. میگین چون احکام قوانین کلش قوانین جاهلیت است و اعراضا و رغبتا عن حکم الله و رسوله فلا حول ولا قوة الا بالله. میگه اینا از حکم الله اعراض میکنن بنابراین کفر اعراض است و رغبتا و حکم الله و رسوله بد میبینن بد میبینن حکم الله و رسوله فلا حول ولا قوة. اینی 6 نوع این کفر اعتقادی هست که معلوم دار بسیاری کسایی که از پیشان پرسان میکنیم شما چرا این قانون آوردید از اینمی 6 چیز یکی از این میگن بنان این با این چیز کافر میشن. این حال بعضی کسا هست که اگر بر شنال فعلا این گفته شود این حال باز ایره نظر به ای که مثلا حاکمش خودش طاغوت است و در حکم داخل میشه از این خاطر در مدرسه و در پانتونا و در کل جای قانون است که باید این چیزا درس داده نشه و گفته نشه به خاطر که سر خود از این رجوع میکنه و هر کس که کرد باید بندی شوه و باید برش گفته شوه که تو چی هستی تو تکفیری هستی و تو بیدین هستی. اما القسم الثاني قسم دومه که من قسم کفر الحاکم ما انزل الله و هو الذي لا يخرج من المله. عالی عالم میگه من قسم دوم بر شما گفتم. قسم اول گفتیم 6 نوع است تشریح شد. قسم دومش که برش کلمه کفر استعمال شده لکن کفر است که انسان از دایره ایمان داخل نمیکنه. فقط تقدم عن تفسیر ابن عباس رضی الله عنهما لقول الله تعالی. میگه کدام حالت است؟ میگه قول عبدالله ابن عباس است که و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون قد شمل ذلك القسم. میگه این شامل امی قسم میشه و ذلك فی قوله رضی الله عنه فی الآیه کفر دون کفر. میگه او گفته که کفر است دون کفر یعنی کفر است که این کفر پایین است یا کفر چی میگن کفر اصغر است. لیس بالکفر الذی تذهبون الیه و این قولش که گفت شما به اون سخنی که شما میرین این است. خب آلی کدام که و ذالک ان تحمله شهوته و هواه على الحكم في القضیه بغیر ما انزل الله. مثلا یک نفر است در یک موضوع مثلا شریعت هست شرط وصول نکرده حکم هست شریعت الهی تطبیق میشه مثل زمان هارون رشید مثل زمان اموی ها مثل زمان عباسی ها. لکن مشکلش چی است که یه عالم مثلا شریعت تغییر نداده قانون ناورده در جایزی چون در زمان اموی ها و عباسی ها همون شریعت الهی حاکم بود. لکن پسان چه وقت بازی حکم شریعت سخت برداشته شد در زمان هولاکو چنگیز خان که قانون آورده شد شریعت وضو کردن و به عوض شریعت الله قانون چنگیز خان آورده شد. خب آل میگه یک کسی که سقف است شریعت است قرآن قبول داره سنت قبول داره اجماع قبول داره احکام دین کلش قبول داره کل ازی هست اینی شخص خودش به اساس خواهشات نفسانی یک حکم میکنه به غیر از مخالف شریعت. مثلا در یک موضوع هست رشوت میگیره یا قومش هست یا شناختش هست اونجا حکم الله یک قسم است این مثلا یک حکم مخالف ازی میکنه. اینال میگه چی است و ذالک ان تحمله میگه متوجه باشین او کفر که کفر اصغر است و از دین نمیکشه میگه او کسی هست که ان تحمله شهوته و هواه على الحكم في القضیه میگه شهوت و خواهشات نفسانی از این وادار ساخت که این در یک قضیه چی کنه حکم بکنه به غیر ما انزل الله مع اعتقاده با امرای ازی که عقیده داره که ان حکم الله و رسوله هو الحق عقیده داره که حکم الله و رسولش حق است و اعترافه علی نفسه بالخطا و نفس خدا بگه که بله من خطاکار هستم و مجانبت الهدى و بگه که بله من
از هدایت دور شدیم، خطا کردیم، غلطی کردیم در اینمی یک قضیه که حق فلانی بود، ایره بر از او حکم نکردم، مخالف ازی کردم. چرا این کار کردی؟ یا رشوت خورده، یا مثلا شناخته داشته، یا قومیش بوده، یا هوای نفسیش بوده، حق یک کسی را گرفته که الله برش حق میداد. مثلا حق این 5 ریب زمین از فلانی شخص بود، این حاکم خیست همین 5 ریب زمین از این نفره که حق از این هست و برش ثابت شد، این دیگه برای یک کسی داد که حق از اون نیست. این حکمش مخالف چی شد؟ مخالف ما انزل الله شد. خب عالی، این کافر میشه نمیشه؟ میگه نه، این کافر نمیشه. چرا؟ میگه به حساب از این که شریعت و دین و یارا نگفته که چیست. میگه بله من اشتباه کردم، غلطی کردم، گناهگار هستم، لکن همین قسم کم از پیش من شد. میگه این نفر چی از دین خارج نمیشه. و هذا و ان لم یخرجه کفر عن المله فانه، میگه این با وجود اینکه این نفر با این گناه خود که کرده این از دین نمیکشه، فانه معصیت عظمی اکبر من الکبائر، میگه این معصیت بسیار بزرگ است که بزرگ است از چی؟ بزرگتر است از گناه های کبیره، مثل زنا و شراب نوشیدن و سرقت و قسم غموس و غیرها. ان معصیه سماها الله فی کتابه کفرا اعظم من معصیه لم یسمها کفرا، میگه از این خاطر گناهی را که او برش کفر گفته شده هست، او میگه بزرگتر است از گناه های دیگه کرده. یعنی اگر یک کسی، یک حاکم، یک پادشاه، یک کلان، یا چیز یک حکم میکنه مثلا مخالف شریعت الله، در حالی که حکم الله را نه انکار میکنه، نه یپا را نمیزنه، فقط با اساس از اینی میکنه. از این خاطر میگه این گناهش از گناه های کبیره کده بزرگتر هست. نسأل الله ان یجمع بین المسلمین، ان یجمع المسلمین علی تحکم علی کتابه. الکتاب میگه این خب ما از کجا براتون خواندم؟ رسالت و تحکیم القوانین محمد ابن ابراهیم ابن عبداللطیف آل شیخ المتوفى 1389 هجری قمری، از صفحه 4 تا 8 این کتابش رسالهش الشاملة الذهبیه در امینجا همین کتاب بود. اینا دوستای عزیز، شما خودتان میبینید که وقتی بسیاری احکام وقتی که میشه، امروز متاسفانه حالت چی هست؟ وقتی که همین 6 حالت برای مردم بیان بکنی او القاب مختلف و گپا گذاشته میشه، ولی انسان باید بفهمه که من تسلیم باید به حکم شریعت الهی باشم. ایمان ما به الله هست، نه ایمان ما به حکام که هر چیزی که حاکم امر کرد باز مطابق از او انسان گپ بزنه، بلکه شریعت الله اونم شریعتی است که از زمان رسول الله تا روز قیامت ادامه داره و حکم از این تغییر نمیکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.